Hello, dear viewers. Hope you're doing great. And dear followers and Two Tongues Travel watchers or viewers, I hope everyone is doing well anywhere you are in the world. Today we are here at a called as a repair shop. We can say repair shop where we found so many awesome inventions actually. Today we came here with Shukrullah Ahmadi, the person who is the owner of this shop, this repair shop actually, invented so many great things. Today we are here to let you know and introduce to you some good inventions here. Stay with us until the end of the video and do not stop your support, and we do really require your help. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم شما جور سلامت و سرفراز و سرزنده باشین در هر جای دنیا که هستین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز هم به یکی از دکان‌های خراطی پالوی انجینیر کاکایم، انجینیر شکرالله احمدی، و می‌خوایم امروز اختراعات و کشفیات انجینیر صاحب شکرالله احمدی رو برای شما به نمایش بلیم و امیدوارم شما لذت ببرین. و بیشتر دیگه از خود انجینیر صاحب میشنویم که اول از دکان خود یک معرفی، یعنی تجربه کاری خود برای ما صحبت مونه و بعد موریم که چی اختراعات در چند روز و چند ماه اخیر داشته که واقعا ما خودم که از دیدنشی کیف کنیم بریم شما ببینیم که واقعا شما ببینید که واقعا قابل تحسین هست یا نه. سلام علیکم. سلام درود برای بیننده های عزیز که ما را به کدام چینل بینیده؟ چینل Two Tongues Travel، یعنی سفر دو زبانه. بسیار خطرناک و ما موش گفتن نمیتونم همین چینل که ما را بیننده است. ما بسیار سلام نمیتونم گنده بخشش دارم دیگه. همی یک دکانی رزگاه که مدیرم همینجا خلاصه از همی چیزای خیلی خردپی چیزای جور مونیم، کوشش مونیم که بالا بریم، کوشش کنیم که آخر شاید چیزهای جور کنیم که مثلا حیث تانگوهای کلان که ضربات داشته باشد، مثلا موتورهایی که رفتار داشته باشند، مثلا مثل شرکت تویوتا، نه همین چیزا دیگه. و اوضاع مالی افغانستان، مثلا اوضاع خود افغانستان در کل مردم جهان معلومه که مثلا زیاد خوبش نیست فعلا. نه ما کوشش نیم از اساسا متر بال بریم دیگه. شما که قدم رنجا نمودین در دکان از ما یک چیزایی که داریم در شما نشون میدیم. این میکسه دستگاه خراطی میه که دست دوم دست سوم بخی دیگه از من دیگه صاحب محترم اینی دکان وشنین دیگه هم خود چیز عالی نیست. انجینیر صاحب لطف مونین امزی قیمتی یک تخمینی امزی امی دستگاه ها چقدر قیمت داشته باشه؟ شما چقدر سرمایه گذاری دنده ای دکان؟ ما گفتم که دستگاه های ما کلا دست دوم دست سومه. آره. در حساب هم اینج کلداری میشه هم افغانی، نه؟ در حساب کلداری ما سال اول که اینج دمی دکان هزینه کردم 35 لک کلدار هزینه کردم. 35 لک کلدار یعنی دو زمان کلدار واسه خوب. آره بلند بود دیگه. 360 افغانی میشه 1000 کلدار شد دیگه. بسیار عالی. اگر جنس اول بخوای مثلا آکبند کمپانی اینا قیمت دیگه. اول نیمه کامپیوتری اینا خوبتره باید باشد که اونا قیمت اینجا کس زیادتر اوضاع مالیش خوب نیست که بره دیگه. این دست دوم دست سوم میشه دیگه. ما کوشش نمی‌کنیم زمین یک کارهای خوب بکشیم اگه روزی یا مثلا همین روز چه درآمد روزمره خنزمی بکشیم. بسیار عالی. انجینیر صاحب چقدر راضی از اوضاع کاروباری که وضعیت فعلی افغانستان شما مثلا مستقیما عملا در بازار کارمونین چقدر راضی؟ یعنی خوبه نیسته؟ والا یک رقم است کوکو جان قند بیننده های عزیز، اوضاع افغانستان از امی که یک کم اوضاع کاربار امیتر مثل قدیم نیست. آره. کار خوابیده است، نه دیگه کار خواب بوده تقریبا. آره. قبلا که بود کار خوب بود، به خدا ما اساس بیکاری نمیکردیم. اینا کم بیکاری شده، بازم ما 80% راضیم. 80% راضیم، خدا رو شکر. همیشه یک کاربار رو مثلا یک چی هست که مثلا بیکار نیستیم دیگه، یک وظیفه داریم، نه مثلا ما همین زحمت میکشیم و مثلا یا 500 یا 1000 مثلا بگم میتونیم خانه بکنیم. بسیار جای شکر دیگه در وضعیت فعلی که مثلا شما اینقدر درآمدزایی مونین از این جایی که
بله بله ده جای کوچک مثلا نیت جای بسیارم واقعا قابل شکر. نهایت عزیز حالا موریم طرف اختراعات انجینیر صاحب مستقیم موریم که چی چیزا هست مستقیم موریم طرف اختراعات که چی واقعا چی چیزا اختراع کنه دانه به دانه میخوایم به معرفی بگیریم. Let's go with great inventions of engineer Shukula Ahmadi and let's see what really he invented and made. Let's get introduced and get familiar with great inventions. خب کوکو جان انجینیر صاحب اول این که ما میخوایم اینمی اصلا برای ما خیلی عجیبه یک چیز بسیار عجیبه میخوایم برای ما معرفی کنی کارکردش چی هست و چگونه واقعا ایت یک خلاقیت ایت یک ذهنیت از کجا کدی که مثلا ایت یک چیز اصلا برای چی هست. ما بیننده های عزیز با این که ما اینجا بودجه مو خیلی کمه آره خلاقیت این که مثلا خلاقیت اگر باشد بودجه نباشه چی نه ما از می کم کم میشه که فکر کردیم مثلا چه کردیم با آدمی خود ما خیلی زحمت کشیدیم در سر این زمین پروژه این کس علمی فیزیک نشون میده این اختراع کس علمی فیزیک این کس تعادل چی رو نشون میده که علم فیزیک نه واقعا وجود داره نه یعنی تعادل نشون میده تعادل نشون میده باز که از همه چیز از کس دای دو چی بستگی داره ها دو شینگش شینگش بستگی داره اگر کم شوه هم میخوابه اگر زیاد شوه هم میخوابه بلند نمیشه نه آره باز یاردو که همزمان مثلا هم وزن باشد تعادل باشه اگر ایز مثلا یک بر 3 ازی باشد خب وزن ازی مثلا اگر 3 کیلوست ای باید 9 کیلو باشد اگر ای 1 کیلوست ای باید 3 کیلو باشه آره 1 کیلو 1 کیلو یا چون تا که بالا خود میزان کنه یعنی تعادل خیف حرکت کنه بازی یک خوبی دیگه هم داره که مثلا پاش نه هندباز نه دیگه یه چی نیست ای ساده میتونه که دو بغل هم باز کار کنه باز تعادل حفظ کنه بدون اینکه پایین بیفته باز بدون که پایین بیفته باز تعادل حفظ کنه عجیبه. خب انجینیر صاحب این اصلا چی هست خود امزی این اصلا از چی گرفته شده این خود ازی یعنی شکل انسان مثلا این انسان وزنه میخواد این کس یک یعنی دو تا پایشه دو تا کس دستشه یک وزنه گرفته یعنی باز میتونه که حرکت مثلا چی بگیره حرکت شکم بگه یا هر چی خب یعنی کلانی وزنه یا دیگه میخوای وزنه بزنه از هر زاویه این دیگه آهنربا نیست فقط تعادل خود روی امزی اردو گرفته که از هر زاویه میتونه که استاد شونه خب کوکای جان اصلا این ذهنیتت از کجا مثلا این خلاقیت تو رو وادار کرد مثلا این کارا رو بکنی یا از کجا مثلا ما یک روز بیکار بودم همینجا باز فکر گفتم والا یک چیز باید جور کنیم نه آره همینجا جور میکردم باز بچه‌ها نفرا جمع شد گفتی جواب نمیدم ما گفتم چطور گفت ما خیلی زیاد زحمت کشیدیم نشد بعد ما روز اول کیر شروع کردم هیچ را کوچیک زدم باز هر جای میموندی همونجا میموند باز ما کم کردم بهتر شد باز زیاد کردم تو اینی مرحله را اینی دور که اضافه کردم بلیزه باز جواب داد تعادل خود ایرا متر خود ما یک روز متقم پیش خود فکر کردم گفتم حالا ایرا باید جور کنیم یک چیز جور کنیم همین که اینجا شروع به کار کردیم یعنی می اولین چیز در ذهن ما اومد این کارا اومد این اولین چیزی که تو یعنی در ذهنم در جور کردی بله واقعا قابل تحسینه قابل تحسین یعنی انجینیر صاحب اگر قرار باشه از این چند نونی دیگه تولید کنی دیگه خودت یاد گرفته میتونی از مثل ازی خیلی زیاد جور کنی دیگه بله 100% چون دفعه اول که ما کار کردیم روی یک نه دیگه کار کردیم و باز امتحانی بود دیگه ما روی ترازو چی کردم میره بخی وزن کردم که وزن ازی اول ما گفتم باید یک باشد باز یک کردم و جواب نداد بعدنی این باید 3 برابر از وزن ازی نفر باشه 3 برابر که باشد باز جواب میده بسیار عالی بسیار اون سن نمیفته اصلا پردور بلد نیست خیلی عجیبه خداییش عزیز دوستای نهایت عزیز رفتیم طرف اختراع دوم انجینیر صاحب احمدی که بریم چیه واقعا چقدر خوشگل و عجیب یعنی موتورسایکل دیگه سایکو یه شخص سایکو یه چراغا و یه تایرا را سایکو اینی کسته موتور دوستا ایر موتور
جور کرده که واقعا اصلا از شکل حقیقی موتور اصلا فهمیده نمیشه. خیلی کم وزنش زیاد است چون آینای بسیار کلوف و عالی که اصلا برای کوهنوردی دیگه از اون موتورای ساده نیست دیگه نه؟ بله بله. از اون موتورای چیه؟ خب حالا موریم دیگه از خود انجینیر صاحب بیشتر میشنویم و میبینیم که چگونه خلاقیت از زیر به دست آورده و چی باعث شده که انجینیر صاحب چنین چیزی خلق کرده. خب انجینیر صاحب موریم چی بیننده های عزیز، با این که شما میبینید با مصرف خیلی کم با آهن زایات این موتورسیکل ساختیم دیگه. به اصطلاح دوستا و رفقا این 2 سالن است دیگه. حتی نفرش همه چیزی از آهن زایات، مثلا همین چیزایی که ما با کار میبریم این چیزا ساخته شده. حتی چراغش، حتی مثلا امپیرش، مثلا خود شخص، حتی میتونی چرخایش بگیم، همه چیزایش باز آهن زایات گرفته شده. این پای دیگه سر از استاد میشه. این پایش است دیگه، بازینی میشه گفت بریگش دیگه. یک چیزی خیلی ساده، مثلا از ظاهر ساده از باطن بسیار بسیار خوشگل و جذاب و مثلا دیگه بسیار با زحمت زیاد بسیار ساخته شده. انجینیر صاحب یعنی گفتیم که از آهن زایات یعنی هیچ کدام پولی سر کدام مثلا آهنی که اینجا استفاده شده فلیز ولی هیچ کدام پول پرداخت نکردید. یعنی در دکانی که مثلا آهنا رو مثلا میتونه بعضیا آهن زایات بفروشه شما ما نفروختم مثلا چیزا جور کردیم به خرج دیدین یک دنه موتورسیکل جور کرده. بسیار عالی بسیار عالی. خب انجینیر صاحب اگر واقعا خودت بخوای یک چیزای زینتی برای دکور خانه به می شکلا در بیاری دیگه، یعنی امکانش هسته که دوستا اگر تقاضا کنه یا ما تقاضا کنیم بله 100% چرا نه. خب موشه چرا دیگه یه مصرف فیتر مثلا مصرف والا نه که مثلا ما بگم زیاد مصرف مخره مثلا وقت میگیره. این 2 روز ما سر زحمت کشیدم 2 روز دیگه از حساب مصرفش یک بیل برخورده و مثلا یک سیخ نه دیگه او مصرف گفتنم شو فقط وقت گرفته رویش زیاد کار شده زحمت کشیده شده دیگه. نه واقعا که خیلی خیلی زیبا و خوشگله دیگه. این خیلی دوستای نهایت عزیز اینم پایدانش این اصلا دیگه از موتوری واقعی اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعا تفکیک کنیم که در خودش ایره که ساختم یک موتورسیکل خودم دارم که 2 سالن است. خب دیگه از روی ازمو کار گرفته شده ساخته شده. خب دیگه دوستام گفتی به جوره نداره مثلا در بازارت نیست. ما گفتم من جورش بسازم که مثلا دوستان نگاه که او تناست. خب انجینیر صاحب اگه ایره مثلا بخوای رنگ کنی یعنی میره رنگش هم دیگه دوست داری که رنگ کنی که برمایش بلی؟ بله این که هنوز اینا رنگ نشده. نه رنگش کدامش نشده. باید رنگش نه زحمت کشیده شده. باید امی قدر خلاقیت ما خرج دادم باید رنگ مولم خلاقیت دخت بیده که مثلا یک چیز درست‌تر باید یک رنگی کنه که بسیار خوشگل جذاب باشه. بسیار عالی بسیار عالی. اینم میلی طرف موریم طرفی یک اختراع سومی موریم که چی هست. خب دوستای نهایت عزیز موریم طرفی اختراع سومی انجینیر صاحب که چی هست. واقعا این که مشخصه که سعی کنیم ایتانگا دیگه انجینیر صاحب ایتانگا چقدر خوشگله واقعا چقدر جذاب اصلا آدم بخی واقعا زیر تاثیر اختراعات انجینیر صاحب موره. و این دیگه معمولا این چیه؟ این چیزی که از جایی که فایر میشه توپ گفتم شه مثلا چیزی که فایر مونه. خب این اسلحه‌شه اصل کاره ایه. خب این از زاویه 360 درجه دیگه کامل میشه خرج کنه در هر دور میتونه فایر کنه. بله خب دوستا این شخصی که مثلا یک راکت اینجا بلشو نگرفته دیگه یه نظامیه دیگه کلامولاش معلومه. آره از نام این کلاه از چقدر خوشگله عین شکل و اینجی دیگه دیست یک راکت گرفته بخوای فایر کنه. این باز آنتنا باز این چراغایش هست. این آنتن پشت سره بازی تایرا چقدر زیبا. این طرفشن دیگه عین شکل خیلی خیلی جذابه و واقعا عالیه. خب کاکای انجینیر صاحب ایره دیگه میتونی که عین شکل ازی
دیگه چیزام بسازی و بله بله بله. اگر زحمت کشیده شود باز موشه که مثلا در یک ماشین جاسوسی کنی خب باز اثر کنترل ای را بره نه باز اون که او خرجش بیشتر بود دیگه ما گفتیم همی یک ساده تر یک چیزی شکل جدا را آوردیم. یا معمولا از آهنزایا در همهش دیگه این دوستا اگر چی داشته باشن یا کمک جمپینگ گرفته شده و مثلا همه چیزی اون رقم طبق چی مثلا که مشکل ساختیم میرم ساختیم دیگه مصرف چی نخورده که مثلا بگیم ما فلیز خریدیم در این مصرف کردیم مثلا قدم زو آهنزایا یک چیزی ساختیم گفتیم یک چی باشد که مثلا فردا مشک مثلا در نواسه و مثلا در بچه‌ها نشون بده بالا ما در جوانی یک چی داشتیم یک شوق داشتیم و چنین شوق انگیزه بود. آره یعنی 100% باز نمی زیر کس 60 درجه باز پایینم میشه بالا میشه میگم باز تا که هدف رو رویت کنه نه. آره حقیقت واقعا خیلی زیبا جذاب خوشگله. دیگه رنگ منگ شما دیگه باز روی از کار شوه تا رنگ منگ شه دیگه یک چیزای دیگه باز اضافه هم شوه دیگه شما مر غافلگیر کردین دیگه که نه خیلی این زیبایی اصلا سادگی یه بازم بخیر رنگ کنیم دکور کنیم بسیار زیبا میاد زمان. خب دوستان نهایت عزیز موریم طرف اختراع اخیر انجینیر صاحب که چی چیزا بوده. خب انجینیر صاحب این گل دیگه یه از فلیز یک گل ساختیم بعد می دوستا چی کرد گفت یک چیزی بساز که مثلا بخش دکور خانم خوب باشه مکس اینی خوب است دیگه رنگ کنیم باز اینی حشرهش است که گل خورک است اینو برگایش است دیگه خب یه حشره این شش گل مخره دیگه اینا دیگه گلا و اینا برگایش آره تا که رنگ نشد اینا در چیم زیاد نشان نمیده دید نداره و موریم دیگه ای دیگه عقربه گشتم در زیر گولم ده هم از فلیز گرفتش در تا از فلک موتر مثلا پایمایش همه شیشی از آهنزایات گرفتش ده و مثلا ساختش ده. خب بسیار چقدر خوشگلم ده گشتم و گلو اینا. خب دوستان نهایت عزیز سلامت و تندرست باشین. در آخر میخوایم باز برای شما یک بار اینجا بیان کنم که اگر همچین چیزایی میخواین برای دکور خانه خود بسازین که واقعا برای زیبایی در زینت خانه خیلی خیلی زیاد اضافه مونه که شما خوب سعی کنین که تمام از اینا اگر رنگ شود چقدر خوشگل و زیبا میتونه باشه طبیعی از چیزای خیلی ساده اما جذاب و دیدنی و خوشگل. اگر خواستین چنین چیزی فرمایش بدین انجینیر صاحب خودش اینجا هست هر وقت میتونه برای شما چنین فرمایشات بگیره و برای شما تقدیم کنه. Okay viewers, so then want to just mention that there are many other things that engineer can make here, and if you do require such stuff for your home decoration, we've got our engineer here. He absolutely can invent and make so many more stuffs like this. So do not forget to support our channel and support engineer to invent so many other stuff for our beloved country Afghanistan. دوستا اگر خواستین مثلا نمی چیزا رو بسازین کسی مگز قدر زر و زرگر مفهمه که کسایی که در این چیزا فلزات آغشته نباشد دیر زیاد فرق نمیتونه تفکیک نمیتونه زیاد چی نمیتونه بخش از ما فرق نه هر چیز دوست داشته باشد عکس بره بخش ما ما بخشش میسازیم بخش خانه بخش دکان بخش میزای دفتر کار هر جای باشد ما بخشش میسازم مقصد عکس بره بگذم می چیز بخش ما طبیعی از آهن بساز ما بخشش میسازم طبق ملچ میسازم زحمت میکشم دو سرش دیگه دوستا ایش بخش فلیز مثلا ما میتونم درک کنم فلیزکار میتونه درک کنه یک موتور سوار میتونه درک کنه چیزا را دیگه فکر نکنم هر شخصی از این چیزا شوق کنه هر کس میتونه به موتیب که ذوق خود علاقه خود یک شکل یک عکس برای شما میتونید فلیز شکل دار بدین برایش بخشش جور کنه. بسیار عالی دوستای عزیز بسیار گردی خوب و انجینیر صاحب سلامت باش.